سلام با توجهتان نشر خبری مستقیما روی موج رادیو موجر امروز 26 اکتبر 2020 سال دوشنبه است. خبرها رو از مسکو شروع میکنیم. حمایت حقوق و منفعت‌های مهاجران مهنتی در برابر کارمندان مقامات حفظی حقوق یکی از سمت اساسی فعالیت مرکز حقوقی تانک جهانی می باشد که در مسکو طی چند سال اخیر فعالیت دارد. برابر هر روز رسانیدن یاری رایگان حقوقی به مهاجران از تمام کشورها، مرکز مذکور سمت دیگر فعالیت را نیز پیش گرفته است که این آموزش روندهای حقوقی مجموع چاره‌هایی که مهاجران مهنتی در دوره کار و زندگی در روسیه دچار می‌شوند. مشکل‌های هر روزه روبرو شدن با مهاجران مهنتی را مامورین مرکز حقوقی از یک جهت نظارت شدید از بالای جریان مهاجرت در روسیه عنوان کنند، از طرف دیگر ندانستن حقوق و عهده‌داری‌های اکثریت مهاجران مهنتی را مثال می‌آورند که این باعث نگرانی گردیده است. از این رو مرکز یاری‌های رایگان حقوقی تانک جهانی یکشنبه آخر هر ماه از ساعت 12 تا ساعت 18 بیگاه در بینای مرکز واقع در کوچه کازاکوای مسکو با همه مهاجران خارجیان و یا نفران خواهشمند کورس‌های کوتاه مدت را می‌گذرانند که در چنین دوره آموزشی به شرکت کنندگان طرز معاشرت با کارمندان پلیس، گرفتن اجاره منزل، طرز درست به کار درآمدن و از روی طلبات اجاریه قانونگذاری و شرطنامه‌ای مهنتی گرفتن ماهانه، برآمدن و یا درآمدن به حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه، طرز درست انتخاب کار، حجت‌گذاری و گرفتن پتانت و سپاریدن مبلغ ماهانه آن را به شرکت کنندگان حقوق شناسان می‌آموزند که هر روز به واسطه به نفران با چنین مشکل دچار شده کمک رایگان حقوقی می‌رسانند. بنابر گفته رهبر اجرایی مرکز مذکور والنتینا چوپی که اکثریت کل مهاجران مهنتی هنگام واخوردن با کارمندان پلیس اجرای طلبات کارمندان پلیس را درک کردن نمی‌توانند که چنین طلبات قانونی‌اند یا نه، یا اینکه جرأت حمایت کردن حقوق و منفعت‌های خود را ندارند. از این رو بنا به نظر حقوق شناس و کارشناس مسائل مهاجرت والنتینا چوبی چنین کورس‌های آموزشی و همه خارجیان امکان می‌دهد که مهاجران از لحظه بازداشت، پرسپوس و یا دیگر عمل‌هایی که حقوق و منفعت‌های آنها را پایمال می‌کنند خود را حمایت کرده توانند. خبرها رو مستقیما ادامه میدیم و موضوع دیگر در مترو و خط دیامتر مرکزی مسکو یا خود MCD مقامات مرکزی مسکو در یک جویکی با مقامات روسپاتربنادزور تجهیزات‌های رقمی را به کار درآوردند که در چنین کامراهای حرارت سنج به طور اتوماتیکی حرارت هر یک مسافر نشان داده می شود. مقامات آگاه می کنند که مسافران حرارتشان بلند به نقلیات راه داده نمی شوند. در این باره امروز دوشنبه 26 اکتبر از خدمات مطبوعات دپارتمنت نقلیات مسکو خبر دادند. دستگاه‌های تصویر حرارتی در درآمدگاه‌ها در نزد چهارچوب دتکتورهای متلی و در اتووکزال‌ها، مترو و در MCD جایگیر کرده شدند. مسئولین دفتر مطبوعات دپارتمنت نقلیات شهر مسکو قید می‌کنند که اگر حرارت مسافر به داخل مترو داخل شونده از مرز 37.5 درجه بلند باشد، او را مقامات به داخل درآمدن نمی‌گذارند و به مسافر مصلحت داده می‌شود که به دکتر مراجعه کنند یا اینکه یاری تجلیل دعوت کرده می شود، گفتند در دپارتمنت نقلیات شهر مسکو. خبرها را در موضوع مهاجرت میشنوید. پالاتای سودا و صنعت فدراسیون روسیه با جانبداری ساده کردن ترتیب کار مهاجران سخن راند و پیشنهاد کرده شد که برای شهروندان خارجی پتانت یگانه مهنتی جاری کرده شود تا مهاجران مهنتی توانند در همه منطقه‌های روسیه کار و فعالیت کنند. سردار پالاتای سودا و صنعت روسیه سرگئی کاترین این پیشنهاد را در نامه به عنوان معاون اول رئیس حکومت فدراسیون روسیه اندری بلاوسوف پیشنهاد نموده است. خبر می‌دهد تاس.
طبق اطلاع پالات سودا و صنعت ضرور است که ترتیب جلب کارگران خارجی در اساس پتنت مهنتی از جمله نو بسته از هدف تشریف اینچنین جاری کردن پتنت یگانه که به شهروندان خارجی در منطقه های دیگر روسیه به مثال مسکو و ولایت مسکو، سنت پتربورگ، ولایت لنینگراد و دیگر منطقه های روسیه آزادانه کار کرده توانند. پالات سودا و صنعت روسیه به حکومت اینچنین پیشنهاد کرده است که روند مهاجرت رقمی کرده شود و قیدگیری الکترونی مهاجران و پشت الکترونی عریضه ها و آگاهینامه ها به مقامات دولتی جاری کرده شود که این در تامین شفافیت کار مقامات دخلدار تنظیم کننده ساحه مهاجرت نقش کلان می‌بازد و از طرف دیگر کار مهاجران را آسان نموده مهلت‌های دور و دراز گرفتن پتنت و این دیگر حجت ضروری مهاجران را به پایان می‌رساند. در ادامه پالات سودا و صنعت از حکومت فدراسیون روسیه خواهش کرده است که برای جلب متخصصان بلند اختصاص خارجی به روسیه چاره‌های نو سری وقتی تهیه کنند، چون علاقه با وجود پنجشنبه سرایت کرونا ویروس نوع کووید 19 و بسته شدن سرحدها کارگران خارجی علاوه خصوص متخصصان بلند اختصاص ساحه طب و آموزگاری تکنولوژی و حتی نورسایی کارمندان قطاری به چشم می‌رسند. شما تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. حالا در مسکو میمونیم و خبرها را مستقیما ادامه میدیم. مقامات مسکو نیت دارند که نظارت رقمی تاکسی ها را در پایتخت روسیه به راه مانند. مرکز اطلاعات مسکو میخواهد معلومات را درباره توقف در جاهای ناموافق، سرعت حرکت و دیگر قانونشکنی ها در راه در مخزن یگانه عمومی گرد آورد. قرار بود در این لایحه قریب 3 میلیون روبل سرمایه گذاری کرده شود، اما قدرتچی برای عملی آن یافت نشد. مرکز اداره کنی حرکت در راههای مسکو برای نهایی کردن سیستم اطلاعاتی و تحلیلی مانیتورینگی تاکسی های مسافربر را در اول از سنجش عمومی میگذراند. حالا سیستم نظارت معلومات درباره خط سیرهای رانندگان تاکسی و نقلیات تقسیم کننده ماشین ها را جمع آوری میکنند و اینچنین اجازه‌نامه کاری رانندگان تاکسی ها را میسنجند. تکمیل این سیستم به مرکز امکان میداد که درباره حرکت ماشین ها گزارش های مفصل گیرد، معین کند که آنها در زیر علامت های معین شده ایستادند و یا دیگر قاعده های حرکت را ویران کردند یا نه. همچنان با عملی این طرح مقامات میخواهند آگاه شوند که رانندگان تاکسی در کجا از سرعت حرکت را زیاد کردند و در کجا رانندگان تاکسی های غیر قانونی کار میکنند. مسئولین مرکز اطلاعات مسکو قید کردند که پس از تجدید سیستم آنها می توانند جایهای مشهور انجامیابی سفرها، قلمرو توقفگاه‌ها و توقفگاه‌ها را برای نگاه داشتن ماشین‌های سبکرو تحلیل کنند. این امکان می‌دهد که قرارهای مؤثر آید به تغییر دادن تشکیل حرکت، تشکیل جایهای توقف علاوگی، تشکیل ایستگاه‌ها، تغییر دادن راه‌های نقلیات جمعیتی و از بین بردن تاکسی‌های غیرقانونی چاره اندیشند. در مسکو امروز بنا به معلومات ریاست نقلیات شهر 56 از 14000 ماشین تاکسی فعالیت میکنند که در این برابر تاکسی های غیر قانونی نیز به گفته مقامات دیده می شوند. در ماه سپتامبر سال 2020 رانندگان تاکسی های مسکو قاعده های حرکت را بیش از 411000 مرتبه ویران کردند. اکثر وقت رانندگان برای رعایت نکردن علامت گذاری و سرعت بلند جریمه گردیدند. با تحولات منطقه نیز نظر میکنیم. روز 78م تظاهرات اعتراضی جانبداران مخالفین در چند شهر بلاروس از جمله مینسک برگزار شد. با گفته شاهدان عینی و پخش خبرها در رسانه‌ها، اکسیه اعتراضی التیماتوم خلقی به یکی از عمومی‌ترین در سالهای اخیر تبدیل یافته است. در این راستا نامزد سابق مقام پرزیدنتی سویتلانا تیخانوفسکیا که مردم بلاروس را به اعتراضهای مردمی دعوت کرده بود، بار دیگر در مقامات بلاروس طلب‌های خود را از قبیل استعفای الکساندر لوکاشنکو، قطع کامل خشونت در کوچه‌ها و رهایی محبوسان سیاسی عنوان کرده است. می‌نویسد پورتال بلاروسی توت.بای. رسانه‌ها خبری می‌نویسند که در 78مین روز اعتراض‌ها که از پرموج‌ترین اعتراض‌های عمومی به حساب می‌رود، فرماندار مقامات حفظ ترتیبات در برابر اعتراضگران ایستادگی نموده در بعضی موارد از قوه کار گرفتند.
خبرگزاری میدوزا می‌نویسد که رقیب اساسی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات گذشته پرزیدنتی سویتلانا تیخانووسکا اعلام داشت که در بلاروس روز 26 اکتبر یک کارپارتوی سرتاسری آغاز می‌شود. 26 اکتبر کارپارتوی سرتاسری آغاز می‌شود. بلاروس‌ها این قدم را پیش می‌گیرند و سلاح اساسی ما آسایشتگی و همبستگی میباشد که در این کار به ما کمک خواهد کرد. اقتباس آورده است میدوزا از سخنان سویتلانا تیخانووسکایا. یادآور می‌شویم که عمل‌های اعتراضی در بلاروس از 9 آگوست از زمان اعلان پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات پرزیدنتی ادامه دارد. در چند روز اول تظاهرات با سرکوبی و خشونت‌آمیز و به عصای دست جمعی ادامه یافت. 25 اکتبر در عرفه عمل‌های اعتراضی در مینسک 12 ایستگاه مترو در مسیر راهپیمایی طول 4.5 ساعت بسته شدند. در مرکز پایتخت بلاروس دسترسی اینترنت موبیلی محدود کرده شد. همچنین نظر به وضع قره‌باغ میکنیم. وزارت دفاع آذربایجان نیروهای مسلح ارمنستان را به نقض سازشنامه نوبتی آتش بس ابدار کرد که شام گذشته به دست آمده است و ساعت 7 صبح به وقت محلی به وقت مسکو اعتبار پیدا کرده است. قوه‌های مسلح ارمنستان رژیم نوی آتش بس بشردوستانه را ویران کرده شهر ترتر و همچنین دهه‌های ترتر را تیرباران می‌کنند آمده است. در گزارش اینچنین بنا به اطلاع وزارت مدافع آذربایجان نیروهای مسلح ارمنستان از موقع‌های در شهر لچین تیراندازی می‌کنند. آنها موقع قوه‌های مسلح آذربایجان را در دهه صفیان منطقه لچین بمباران می‌کنند گفته می‌شود در پیام. واحدهای ارتش دفاع قره‌باغ کوهی اظهار جانب آذربایجان را درباره ویران کردن آتش‌بس رد می‌کنند. واحدهای ارتش دفاع قره‌باغ کوهی رژیم آتش‌بس را قطعاً رعایت می‌کنند. ابدارکنی جانب مقابل به واقعیت هیچ ارتباط ندارد و از جانب آن برای آماده کردن زمینه اطلاعاتی برای قوه‌های من بعد صورت گرفته است. اطلاع داده است خدمات مطبوعات واحدهای ارتشی دفاع قره‌باغ کوهی. علاوه می‌گردد که وزارت مدافع آذربایجان روز دوشنبه تقریباً ساعت 8 به وقت محلی پیش از اعتبار پیدا کردن آتش‌بس شتاب کرد که جانب ارمنستان را در ویران کردن رژیم متهم کند، اما پس از مدت این ورود را حذف کرد. پس از چند دقیقه وزارت دفاع آذربایجان یک معلومات نادرست دیگر را پنهان کرد و گفت که جانب ارمنستان موقع‌های آذربایجان را در سمت جنوب آتشباران می‌کنند. گفتند به رسانه‌ها در واحدهای ارتش دفاع قره‌باغ کوهی. قبلا سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان اظهار کرده بود که جانب ارمنستان آماده است آتش‌بس را در قره‌باغ کوهی پورا رعایت کند. در این راستا وزیران کارهای خارجه ارمنستان و آذربایجان درباره صلح نوی بشردوستانه در قره‌باغ کوهی به موافقت رسیدند. آن از ساعت 8 به وقت محلی روز 26 اکتبر به کار شروع کرد. این سومین تلاش جانب‌ها برای به موافقت رسیدن به صلح است. دو سازشنامه قبلی پس از کمتر یک ساعت اعتبار پیدا کردنشان ویران کرده شدند. شما طول بیش از 13 دقیقه مستقیما نشر خبری رو روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید و تا ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه.